الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. خب بحث و گفتگویمون بعد از گذشتن از بحث سندی روایت عمر بن حنظله انشاءالله میخوایم برسیم به بحث دلالی که آیا از مضمون این روایت میشود جعل منصب قضاوت رو برای مجتهد بالفعل شرعاً ثابت کرد یا از این روایت جعل منصب قضاوت استفاده نمی شود. یه روز عرض کردیم که در رابطه با مضمون روایت چند احتمال وجود و تمام این احتمالات برمیگردد به این بخش از فرمایش امام علیه الصلاة و علیه السلام که فرمود انی قد جعلته علیکم حاکما. انی قد جعلته علیکم حاکما. مفاد این بخش از کلام امام علیه الصلاة و علیه السلام چیست؟ ببین روی دو تا کلمه شما بله دقت کنید. یک کلمه جعلته است، یکی دیگر هم حاکما. این مفادش چیه؟ این که امام میفرماد من کسی که عارف به احکام ما باشد، حدیث ما رو روایت بکند، عارف به احکام ما باشد، من ایشون رو برای شما حاکم قرار میدم. یعنی چی؟ به این کار فقیه دقت در درایت الحدیث، فقه الحدیث. بله سند حدیث مهمه اما او مقدمه هست. مهم فقه الحدیثه، یعنی انسان یه برداشت درستی بتونه از روایت داشته باشه. ما اول سه احتمال رو میگیم، بعد ببینیم که کدوم یک از این احتمالات درست میباشه. احتمال اول مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 صفحه 38 این احتمال اول رو میفرماد قائل نداره، در حد احتمال است. منتهای مراتب باید آدم وارد یک بحث میشه همه ابعاد مسئله رو چا کنه؟ مطرح بکنه تا نقاط ضعف و قوت هر یک از احتمالات مشخص بشه. ایشون عبارتش اینه و ربما وجب القضاء
مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. یک کمی عبارت ادامه بدید. این چند تا نقطه میذارید بعد ان القضاء واجب کفایی و وجوبه من باب مقدمیته للامر بالمعروف و النهی عن المنکر. توضیح میدید. فعلا فقط همین اقوال بیان بکنیم. پس قول اول و احتمال اول اینه که قضاوت مصداقی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می باشد. دقت هم بودیم؟ این احتمال خب این حرف رو، این احتمالی که ذکر کرده علاوه بر صاحب جواهر، مرحوم صاحب عروه هم در ملحقات عروه این احتمال رو ذکر می‌کنه. مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در کتاب القضا این احتمال رو ذکر می‌کند. حالا بعداً عرض می‌کنیم که آیا این احتمال درست است یا درست نیست. این احتمال اول. احتمال دوم آن است که مفاد این بخش از کلام امام علیه السلام، یعنی انی قد جعلته حاکما علیکم، ای هو الذی یرجع الی فی جمیع الامور العامة الاجتماعی. هو الذی یرجع الی فی جمیع الامور العامة الاجتماعی و منها القضاء. این عبارت بعدی رو پررنگتر بنویسید چون بعداً به درد می‌خوره. ولم یرد بهی خصوص القاضی. خلاصه احتمال دوم آن است که مقصود امام از این فقره آن است که عارف به احکام ولایت مطلقه دارد در جمیع امور اجتماعی مؤمنین که از جمله امور عامه بحث قضاوت است. پس بنابراین از حدیث خصوص منصب قضاوت قصد نشده است. دقت کردید؟ یعنی برخلاف احتمال اول
که اصلا مفاد روایت رو از مسیر خودش خارج کرده. او اصلا ربطی به بحث قضاوت نداره، از باب امر به معروف و نهی از منکره. این قول دوم میگه نه، علاوه بر قضاوت امور دیگر هم منظور امامه، یعنی این رو منحصر به منصب قضاوت نکنید. امام میفرماد که انی قد جعلته حاکما. حاکم در چی؟ بفرمود در رابطه با انشاءالله یه بحثی مهم میکنیم. یه مکتب است که العبرتو به سؤال السائل یا العبرتو به جواب الامام. این مطلب دقت کنید. آیا ملاک و معیار سؤال سائله یا ملاک و معیار جواب امامه؟ توضیح خواهیم دید. ملاک و معیار جواب امامه. بله؟ یه بحثی هم در تفسیر قرآن هست، حتما ملاحظه کردید. میگم فلان آیه برای فلان امر نازل شده، بعد میگه مورد مخصص نیست، گرچه شأن نزول آیه اینه اما مفاد آیه اعم است. دقت کردید؟ از اون میتونه استفاده بکنیم که العبرتو به جواب امام لا به سؤال سائل. دقت کردید؟ این قول دوم خیلی داره بال و پر میده به این روایت. میگه این روایت دلالت میکند بر مطلق الولایه، که امروزه ازش تعبیر میکنیم به ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه فقیه. مرحوم سید بروجردی که یکی از شاگردان ایشون از تقریرات درسش به نام البدر الظاهر، البدر الظاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، اسم قشنگه، البدر ماه درخشنده. یعنی کلمات مرحوم آقای بروجردی رو تشبیه کرده به ماه درخشنده. خب این کلمات درخشنده در رابطه چه مطالبیه؟ فی الجمعة و مسافر، در مبحث نماز جمعه و مبحث نماز مسافر. صفحه 52 به حضرت ایشون نسبت میدهند این قول دوم رو. بله؟ که مرحوم آقای بروجردی قائلن که مفاد حدیث منحصر به منصب قضاوت نیست، بلکه مفاد حدیث عام است. بله؟ یعنی امام صادق سلام الله علیه اومده مطلق ولایت را برای فقیه جلب کرده است. یاد فرمودید؟ مطلق ولایت یا برعکس ولایت مطلقه، که امروزه میگن آیا فقیه مبسوط الیت هست یا مبسوط الیت نیست. بله؟ حالا حضرت امام رحمت الله علیه اونقدر جایگاه فقیه رو خدمتتون عرض کنیم که بالا و عمیق میدونه، همون که همون اختیاراتی که در شأن حضرت رسول و ائمه بوده همون اختیارات، مگر مواردی که استثناء شده که اینا جز مختصات معصومین. از اون موارد بگذریم،
تمام شؤون معصوم برای فقیه عادل جامع و شرایط هم وجود داره. خب اینم قول حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیع، البته چاپ قدیم، جلد دوم صفحه 478 شروعش اینه: و به ما ذکرنا یظهر ان مراده علیه السلام بقوله فی المقبوله انی قد جعلته حاکما علیکم کذا و کذا. یعنی مراد امام بفرمایید ولایت مطلقه است که منها القضا، یکی از مصادیق ولایت مطلقه چیه؟ مبحث قضا می باشد، نه خصوص قضا. خب اگر فعلا داریم طرح اقوال میکنیم، هنوز وارد ادله نشد. این قول چندم؟ دوم. احتمال سوم آن است که مقصود از این فرمایش امام علیه السلام جعل مطلق ولایت برای فقیه نیست، چنانچه مصداقی از مصادیق امر به معروف هم نیست. از خواهی دقت کنید، گوی اینا میخوام بگیم خیر الامور اوسطها، نه اینقدر گسترش بدیم که بگیم منظور از این جعل مطلق ولایته، نه مثل احتمال اول که اصلا از باب جعل ولایت خارجش بکنیم، بگی اصلا مربوط به امر به معروف و نهی از منکره، بلکه منظور امام علیه السلام فقط جعل منصب قضا برای فقیه است. انی قد جعلته حاکما ای قد جعلته قاضیا علیکم. حاکم به معنی چیه؟ قاضیه. درست شد؟ این احتمال سوم هم جمعی از فقها قائل به آن هستند. خب پس بشماریم سه احتمال: انی قد جعلته حاکما، بله، ای جعلته که آمرا بالمعروف و ناهیا عن المنکر باشه. دو، انی قد جعلته حاکما، بله، ولیا مطلقا. سه، انی قد جعلته حاکما ای قاضیا. درست شد؟ پس سه تا احتمال وجود داره. حالا عزیزانی که اهل تحقیق هستند، همینجا که میگن منظور امام از حاکم یعنی قاضی، باز دو دسته میشن. یه عده میگن منظور از این قاضی قاضی تحکیمه، قاضی تحکیمه. یه قول این که نه، اعم از قاضی تحکیم
و قاضی که برای عموم مسائل مورد نزاع هست. لازم نیست که قاضی تحکیم باشه. اینا فرمودید بزرگواری از فقهای معاصرین به صراحت میاد اعلام میکنه که این حدیث فقط مربوط به قاضی تحکیمه، حتی قاضی عمومی رو هم شامل نمیشه. چرا؟ میگه نگاه کنید سؤال جناب عمر بن حنظله چی بود؟ 2 نفر از اصحاب ما نزاع کردن در خطر ارث و نمیدونن دین، دقیق فرمودید رجوع کردن میشه قاضی تحکیم. اصلا ربطی به بقیه مصادیق قضاوت ندارد تا چه رسد به ولایت مطلقه فقیه. بعضی هم میگن نخیر، حاکمن ای قاضیان، چه قاضی تحکیم باشه چه غیر تحکیم باشه. این هم تذکر دادیم که تو ذکر شریفتون باشه، یعنی اگه میخوایم مقدار دقیق تر بشیم این احتمال سوم خودش 2 شعبه میشه. مراد از این قاضی آیا قاضی تحکیمه یا مراد از این قاضی نه اهم از قاضی تحکیم و غیر تحکیم باشه. خب این احتمالاتی که در رابطه با این مفاد فرمایش امام مطرح است. خب اما احتمال اول، ابتدا این احتمال و دلیل احتمالی این قول را ذکر میکنیم و آنگاه رد میکنیم. در چند مرحله؟ 2 مرحله. خب بالاخره این میگن که مراد از این جمله امام یعنی امر به معروف و نهی از منکر و حداقل به عنوان احتمال هست. خب میگیم وجه این احتمال چیه؟ گرچه ما ردش میکنیم که اصلا مراد امام این نیست. بارها عرض کردیم وقتی وارد یک بحث میشید همه جوانب و نواحی بحث باید مطرح بکنیم. پس ما ابتدا این مقصود از این احتمال رو ذکر میکنیم. یادداشت بفرمایید. میفرمایند که این مقبوله در صدد بیان وظیفه ای از وظایف شخصی است که عارف به احکام است را بیان می‌کند. یعنی عارف به احکام وقتی منکری را دید باید نهی از بفرمایید منکر کند. مثلا کسی را دید نماز نمیخواند، امر به چی کنه؟ معروف کنه. میگه نماز بخوان. مردی که نفقه زنش رو نمیدهد میگه نفقه زن رو بده. این از باب نهی است منکر است. کسی اگر مال دیگری رو غصب کرده به شخص غاصب میگوید که مال را به صاحب مال برگردان. حالا اینو یادداشت کنید. در ما نحن فی هم از باب امر به معروف به یکی از متنازعین که حق با او نیست امر می کند دین را
به طرف ذی حق پرداخت کن، یا ارث را به وارث حقیقی پرداخت کن. دلیل این آقایان این است، البته آقایان نیست، احتمال، دلیل این احتمال آن است که دکتر دقت کنید، این که امام فرمود انی قد جعلته، جعل در لغت به معنای انشا و ایجاد و نصب نیست. آیا همیدید طبق احتمال دوم سوم این جعلته به من چه؟ این نسبته. دقت کردید؟ جعل رو به معنای نعصبه میگیرن. دقت کردید؟ جعل رو به معنای انشا و جعل و نصب میگیرن. اینا میگه نخیر، همه جا جعل به معنای انشا و جعل و نصب نیست، بلکه گاهی جعل در لغت به معنای ظن و گمان است. مثلا در لسان العرب جلد 11 صفحه 111 می‌فرماد زیدون من میگم جعل البصره بغداد، زیدون جعل البصره بغدادا ای زنها ایاها. جعل معنی چیه؟ میگه زید تا الان گمان میکرد بصره همون چیه؟ بغداده. حالا اینجا جعل معنی چیه؟ فکر کردنه، گمان کردنه. پس همه جا جعل به معنای انشا و نصب نیست. چنانچه گاهی اوقات جعل به معنای قاله هست. دقت فرمودید؟ جعل به معنای قاله است. چنانچه جناب زجاج در رابطه با این آیه شریفه و جعلوا صیغه جمع و جعلوا الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسا. جعلوا یعنی چی؟ ای قالوا. بله؟ یه عده از مشرکان و کفار سخنشون در رابطه با ملائکه‌ای که عباد الرحمن هستن جعل الملائکه اناسا، گفتن که فرشته ها جنسشون چیه؟ مؤنث باشد، که بعدا آیات دیگر میگن خدای متعال اینا رو برای خودش اختیار کرده، غیر مؤنث رو داده به دیگران. وقتی فکر خراب باشه حتی میان برای خدای متعال هم تقسیم بندی میکنن، چه چیزا مربوط به خداست، چه چیز مربوط به خدا نیست. خب اینجا جعلو به معنای قالوس. دقت فرمودید؟ حالا رسیدیم به اصل کلمه انی قد جعلته در حدیث مورد بحث به معنای قول است.
به معنای قول است. جعلته علیکم حاکما، ای انی قلت لكم ان الرجل العارف بالاحکام، بله، ان الرجل العارف بالاحکام صالح لکونه حاکما، ای آمرا بالمعروف و ناهیا عن المنکر. درست شد؟ خب شما دعوا دارید دیگه. کسی که عارف به احکام باشه، من دارم به شما خبر میدم برای رفع نزاع، بله، پیش کسی برید که بتونه شما رو امر به معروف و نهی از منکر کنه. یا داره وظیفه مشخص میکنه برای کسی که عارف به احکامه، امر به معروف و نهی از منکر بکنه. یعنی در متنازعین اونی که حق با اون نیست نهی از منکر بکنه، بگه ارث رو به وارث حقیقی بده، آقای مدیون دین رو به صاحب دین بپرداز. اینا فرمودید. خلاصه سخن اینه که اینها جعله رو به معنای قاله گرفتن، حاکمن رو به معنای آمرن بالمعروف و ناهیا عن المنکر. این خلاصه این احتمال اول. یلاحظ علیه، این احتمال چنانچه بیان شد قائل ندارد و اگر هم داشت یا داشته باشد. آقای فیاض یعنی چی؟ یعنی علی فرض این که قائل قبلا داشت یا علی فرض این که در آینده داشته باشه، قطعاً باطل است و قابل تطبیق با روایت عمر ابن حنظله نیست. به چند دلیل. دلیل اول امروز میگیم، بقیه باشه برای بعد. اولا این احتمال خلاف ظاهره، بفرمایید، روایته. روشون که جعله به معنای چی باشه؟ قاله. معنای ظاهری جعله این قرار دادن، نصب کردنه. روش شده؟ این که جعله به معنای قاله باشه. حاکمن به معنای چی باشه؟ آمرن بالمعروف و ناهیا عن المنکر. کجا داریم حاکم به معنای آمر به معروف و ناهی از منکر باشه؟ پس اینجا خلاف ظاهره. به اون مواردی هم که شما آوردید قرینه داریم. یعنی اگه بخوام خلاف ظاهر بله مرتکب بشیم، باید قرینه بر خلاف ظاهر باشه که ما دست از ظاهر برداریم. اینجا چه قرینه‌ای وجود داره؟ درست شده؟ پس این اولا این حرف خلاف ظاهر. و ثانیاً مهمه، چون مهمه و ما هم امروز دکتر بودیم و حال ما چندان مساعدم نیست، انشاءالله میذاریم برای هفته آینده. انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خدمت سادت آقایون عرض بکنم